اینا خیلی فاش میده. خوار مادر گفتم فاش میده. به خاطر که ما افغان هستیم. به خاطر چی فاش میده؟ همشیرهای ما، خواهرهای ما داخل سالن فاش داده میشن. ننگ و ناموس افغان فاش میده. خواهرها را هم لطکوب میکنه؟ ما خودم در چشم سر خود دیدم خواهرای ما و شما را لطکوب میکنه. زبان ما بند است، چیزی گفته نمیتونم. چیزی بگی چیزی که افغانیست بدبخت میشه. بدبخت میشه. اگر عمو تو یک کسی اینجا به شما وفا شود خدای نخواسته او فاشوی تا ما یا خودم میکشیم یا او را میکشیم. نمیته چرا بیتا کشوری ما هستم میفهم. برادر هستیم، چی پشتون است چی هزار است، هر کسی هر قومی هستیم باید زیر از این پرچم زندگی کنیم. باید بشناسیم که از حقوق ما شما دفاع کنه. انشالله که درد و غم ها روز گم بشه زنده باشه. و به وطن خوش آمدی. خوش باش. عزیز دل ما هستی زنده و باش. بخیر. امید به خدا که نیاز نشده که ما و شما ایران زنده باشه بخیر. خداوند پاک این کشور ما و شما را اگارم بیاره که بیخی دیگه ما و شما کشورهای مردم را ترک کنیم. هموطنان گرامی و نازنین سلام. امیدوارم که صحت و سلامت باشین و ایام به کام شما باشه. هموطنان گرامی آمدیم به نقطه صفری میان افغانستان و ایران در مرز اسلام قلعه، جایی که روزانه صدها و هزاران تن از مهاجرین غریب ما و شما اخراج میشن و بالاخره بدون از اینکه پولی به آنها باشه، بدون از اینکه توجه به آنها باشه، بالاخره اخراج میشن و حتی بسیاری ها از ظلم و ستم حکایت های بسیار زیادی دارن. دوستای عزیز، یک هموطن دیگه ما باز هم درد دل داره میشنویم. سلام علیکم برادران، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. اینا خیلی فاش میده. خوار مادر گفتم فاش میده. به خاطر که ما افغان هستیم. به خاطر چی فاش میده؟ همشیرهای ما، خواهرای ما داخل سالن فاش داده میشن. ننگ و ناموس افغان فاش میده. چرا؟ به خاطر چی؟ چرا سازمان ملل دفاع نمیکنه؟ میگه که امارت اسلامی، ما میگیم امارت اسلامی. امارت اسلامی کجاست؟ میگه ما را به عیس یک کافر چی میکنه؟ ما میگیم ما روزه هستیم، میگه روزه چی میکنه؟ اینا اصلا به جمله دوستای عزیز ببینید که اشک هموطن ما به خاطر ظلمی که در حقش نمیشه. به جمله انسان ما شما مسلمان هستیم. به خدا در خوابگاه که بیای فاش میده، پلیس زیافه میگیره که نداشته باشی. ما خودم در چشم سر خود دیدم خواهرای ما شما را لدکوب میکنه. طفلا را فاش میده. امارت اسلامی که بگم میگه امارت اسلامی کجاست؟ این کجاست؟ ما شما مسلمان هستیم. خواهرها را هم لطکوب میکنه؟ فاش میده، همه را فاش میده. نمیگه که تو کی هستی؟ قدر یک سوزن ما شما ارزش نداره. باید ما شما برادر هستیم، چی پشتون است چی هزار است، هر کسی هر قومی هستیم باید زیر از این پرچم زندگی کنیم. باید بشناسیم که از حقوق ما شما دفاع کنه. به خاطر از این میگم دلم درد میکنه. به خدا خواهرها را ببینی که اذیت میشه، کسایی که رد مرد میشه اذیت میشه. بدبختی است دیگه است. دل آدم درد میکنه. به خاطر از تو از درد من خبر نباشم، من از درد تو خبر نباشم، کی خبره؟ باید سازمان ملل بفهمه که چی به چیست. این حال 2000-3000 نفر در کام خواست، نفری 600-700 تومان یکی میگیره، نفر 1 میلیون تومان یکی میگیره. کی بگوی نداره؟ میگه پیدا افغانی مسلمانی نداره. فاش میده. کی بگوی نداره؟ فاش میده. میگه نداره پیدا کو. کی نداره میگه میبرم تو را در یک جای خواب میتم، مادری تا فلان کنم، خواهری تا فلان کنم. فاش میده. باید ما شما زنده باد امارت اسلامی. ما شما از امارت اسلامی باید دفاع کنیم. به خاطر از اینکه درد ما میرسه. به خدا در سابق کی بود هیچ چی نمیکرد تا که زبان امارت اسلامی آمده کمی ترس میخوره. چقدر سخته که امو لحظه به خواهر ما و شما و مادر ما و شما فحش داده بشه و به خود آدم فحش داده بشه که هیچ چیزی هم گفته نتونی، زبانم بسته. زبان ما شما بند است. زبان ما بند است. چیزی گفته نمیتونی. چیزی بگی چیزی که افغانیست بدبخت میشه. بدبخت میشه. اگر عمو تو یک کسی اینجا به شما وفا شود خدای نخواسته او فاشوی تا ما یا خودم میکشیم یا او را میکشیم. نمیته چرا بیتا کشوری ما هستم میفهم. ترکیه را مردم میگه که ترکیه مسلمانی است. ترکیه این کارا نمیکنه، در زندگی نمیکنه این کارا. به خاطر که مسلمان است. اینا این کار میکنه که ایوان این کارا نمیکنه سری ما. به خدا 2000-3000 نفر داخل اردوگاه است.
که بگویم ما میریم تا مغازه را چیز میگیریم فاش میده میگه برو ها برادر باید ما شما از امارت اسلامی 1000 بار شکر بکشیم. خیلی خوش آمدی وطن و انشالله که درد و غم ها روز گم بشه زنده باش، و باشه. به وطن خوش آمدی. خوش باش. عزیز دل ما هستی زنده و باش، بخیر. امید به خدا که نیاز نشده که ما و شما ایران زنده باشه بخیر. خداوند پاک این کشور ما و شما را آرام بیاره که بیخی دیگه ما و شما کشورهای مردم را ترک کنیم. تشکر دوستای عزیز و نازنین، خیلی سپاسگزارم که تا لحظات پایانی گزارش با ما همراه بودین. خواستیم با هموطنان عزیز خود که از ایران رد مرز شدن صحبت‌های داشته باشیم و بسیار درد دل‌های غم انگیزی بود و بسیار ناراحت شدیم. به امید روزی که دیگه نیاز نباشه ما و شما مهاجر باشیم، در غربت باشیم، فحش بشنویم و یا لطکوب بشیم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.